در حالی که امروزه بسیاری از ما درگیر انتخاب واژه درست برای درک کاملتر پیری و به دنبال جایگزینی واژه سالمند با شهروندان ارشد هستیم، باید بدونیم بشر در هیچ دوری از تاریخ به اندازه امروز سالخورده نبوده و پیری واقعیت جدیدی که هنوز اکثر ما آماده رویارویی با اون نیستیم. رابرت باتلر در کتاب عمر طولانی برای چه به این نکته اشاره میکنه: برای بسیاری از انسان‌های سالخورده پیری مصیبتی غمباره که با دوره‌ای از ناامیدی، سکون، محرومیت و خشم عجین میشه. سازمان بهداشت جهانی تخمین میزنه که تا سال 2050 تعداد افراد بالای 60 سال جهان از 841 میلیون نفر امروز به 2 میلیارد نفر میرسه و این یعنی جهان ما 2 آینده احتمالی در انتظارشه: آینده نقره‌ای با پیرانی سرحال و با نشاط و یا آینده خاکستری با پیرمردها و پیرزن‌های مریض و افسرده. روند فعلی نشون میده احتمال وقوع آینده خاکستری خیلی بیشتره. اما اجازه بدید به این ویدیو جذاب و کوتاه بپردازیم، جایی که پیرمرد امروز و قهرمان پرآوازه دیروز داستان ما تصمیم میگیره هر روز با کتلبل یک حرکت خاص و تکراری رو تمرین کنه. او هر روز به خاطر این تمرین ساده سرحال‌تر و بانشادتر میشه و اضطرابش به دلیل خجالت از قضاوت دیگران در نهایت به پایین‌ترین حد ممکن میرسه. اما انتهای داستان متوجه علت تمرین تکراری پیرمرد و تلاشش برای تغییر رو متوجه میشیم. نهایت این که باید به فکر بود و با سیاست‌های درمان محوری که سود و ثروت‌اندوزی رو در بیماری و افتادگی مردم می‌بینه مقابله کرد. هر کس باید از یک جایی شروع کنه. شما با ورزش کردن و ما با تلاش برای بهبود سیاست‌ها. متشکرم.